اول اینکه شهادت علما سبب نابود شدن دین نیست. یعنی وقتی علما شهید بشن، افرادی که بخواهن علما را شهید کنن، علما را به زندان بیندازن، علما را تهدید کنن که هدفشان این باشه که دین را از بین ببرن، الله سبحانه و تعالی از این دین حفاظت میکنه و الله سبحانه و تعالی وعده حفظ دین را داده. از صدر اسلام تا به امروز علما فدای دین شدن، علما در راه دین شکنجه شدن، اسیر شدن، تهدید شدن. اما این که بخواهن این صدا را خاموش بکنن، صدای دین، صدای اسلام، صدای قرآن، در اشتباه هستند، نمیتوانند. کسانی که